دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهرانم. به یه ویدیوی دیگه از کانال هیت ایردراپ خیلی خوش اومدید. میخوام شما رو با یک نوع دیگه ای از پروژه های ایردراپی آشنا بکنم که بهشون میگن ZK پروف. این ZK پروف چیه؟ شما اینطور در نظر بگیرید ZK که همون زیرو نالج خیلی استفاده میشه. زیرو نالج چیه؟ شما اینطوری در نظر بگیرید مثلا میخواید به شبکه ثابت بکنید که شما یک تراکنشی رو انجام دادید، در واقع به یک وبسایت دیگه ثابت بکنید که اون هم توی همون شبکه هست، یعنی شبکه های یکسانی دارن و شما توی اون شبکه یک فعالیتی انجام دادید و حالا وبسایت میخواد چک بکنه که ببینه شما اون تراکنش رو یا اون فعالیت ها رو انجام دادید یا نه. خب شما میایید به شبکه بدون اینکه اطلاعات زیادی بدید، اسمش روش دیگه، زیرو نالج، بدون اینکه اطلاعاتی بهش بدید به شبکه میگید من این کارو انجام دادم. شبکه میره چک میکنه و یه دونه خروجی میده. خروجیش اینه که یا شما اون کار انجام دادید مثبته یا اینکه انجام ندادید. فقط همین، دیگه اطلاعات دیگه ای به اون وبسایت نمیده و به این شکل شما میتونید ثابت بکنید که اون عملیات رو انجام دادید. این باعث میشه که هزینه شبکه خیلی بیاد پایین، نیازی نباشه که کلی اطلاعات جابجا بشه و سرعت میره بالاتر، چون فقط یه دونه داده کوچیک داره جابجا میشه. خب نوع اول این ایردراپ ها رو ساکسینت یا یه همچین اسمی اومد و به قولی راه اندازی کرد. خودش هم نوشته که ما اولین شبکه پروور دنیا هستیم و این خب دیگه تموم شد. برای اینکه بتونیم توی این شرکت بکنیم یه کد ورودی میخواست. اینا چون شبکه های خصوصی هستن و پهنای باند خصوصی دارن، برای همین به افراد محدودی اجازه فعالیت میدن. ببینید اینا کلا 24,000 نفر افراد توی این شرکت کردن و خب کدهای محدودی دادن. یه سطح اولی داشت، سطح دوم، و الان داره میره روی مین نت. الان روی مین نت نرفته هنوز و احتمالا قبل از مین نت بخواد توکن هاشو ارائه بکنه و خب ایردراپ خیلی خوبی هم احتمالا بده. چیز خاصی هم نداشت، فقط چند تا بازی بود. ببینید اینجا هم لیست کرده و این بازی رو انجام میدادید و به قولی بعد به شبکه پروف میکردید، یعنی ثابت میکردید که شما این تراکنش رو انجام دادید، این بازی رو انجام دادید، به این امتیاز رسیدید. این میرفت توی شبکه ثبت میشد. اگه میخواست چک بکنه که بله شما این کار انجام دادید، خیلی ساده بیاد به شبکه یه دونه ترانزکشن یا حالا یه درخواستی میداد و از شبکه میگرفت که شما اینو انجام دادید یا نه. خیلی این کار باحالیه که جدیدن هم خیلی باب شده و خیلی دارن روش تمرکز میکنن. ایردراپ دوم کیتریا هست که اینم از نوع ZK داره استفاده میکنه و این رول، یعنی اومده کلا جمع کرده ZK رو و به این شکل اومده از تکنولوژی ZK استفاده کرده که بتونه این کار رو انجام بده و از شبکه بیت کوین داره استفاده میکنه. این یه ایده خیلی نابی بود که این استفاده کردن، که اومدن از بیت کوین استفاده کردن. چرا بیت کوین؟ به دلیل امنیت خیلی بالاش و در ادامه هم نوشته که ما تونستیم این EVM کامپتیبلش کنیم، یعنی از اون اتریوم ماشین هم بتونیم استفاده بکنیم. خیلی باحاله که هم شما بیت کوین رو دارید هم EVM رو دارید که ترکیب این دوتا یه چیز خفنی در میاد و خب زدکی هم که هست. یه نگاهی به این بندازیم که چطوری میشه تو این فعالیت کرد. احتمالا شما نتونید کد ورود برای این پیدا بکنید، یه مقدار سخته. الانی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم نمیشه کد ورود پیدا کرد، توی دیسکوردشون هم که نمیدم مثل اینکه. ولی خب من پیدا کردم و وارد شدم. چیز خاصی نداره. ببینید مثلا یه دونه 4 تا وبسایت اینجا لیست کرده. من میتونم تک تک مثلا وارد اینا بشم، این تسک ها رو انجام بدم. مثلا روی این میزنم که بهتون نشون بدم. اول اینکه باید اکانت بسازید، اکانت کرست. این وبسایتیه که از اکوسیستم خود کیتریا اومده. خب این وبسایت اولش چیز خاصی نداره، فقط تریده و اینم گفته که خب یا بیت کوین بخرید و یا بیت کوین بفروشید. من از اینجا یه مقدار بیت کوینمو میفروشم، اینجا مینویسم مثلا اینقدر و در ازاش $10 من USDC میگیرم. فکر کنم USDCه، احتمالا USDC باشه. به این شکل دونه خرید و فروش ساده است. اینو من دیگه ادامه نمیدم که خیلی طولانی نشه ویدیومون. وبسایت بعدیش گفته که این خیلی وبسایت خوبیه. من اینو یه لحظه بیارم که یه ایده خیلی خوبی داشتن تو اینو بهتون نشون بدم. ببینید حالا با بخش ارنش کار ندارم، من میام توی بخش بارو
و یه چیز رو میخوام بهتون نشون بدم. حالا یه تراکنشی آورد که آره این برای اون یکی وبسایته. فقط اینا رو بخونین هر موقع دارین تراکنش میزنین، خیلی خوب با دقت اینا رو بخونین. خب ببینید ما میتونیم یه مقداری بیت کوین اینجا بذاریم. مثلا ببینید من اینجا میتونم اهرمو بکشم، یه مقدار بیت کوین اینجا دپوزیت بکنم، در ازاش USDC قرض بگیرم. حالا باید بیشتر از $50 باشه و در ازاش USDC قرض بگیرم. اینجا میتونم سود سالیانمو خودم انتخاب کنم. این خیلی باحاله که من میتونم سود سالیانمو خودم انتخاب کنم. اگه سود بیشتری بگیرم، ببینید من دارم دلارهای بیشتری میگیرم، ولی اینجا یه چیز تایمری داره. ببینید هر چقدر که من بیشتر میکنم این دیگه اینجاها دیگه کلا لیکوید میشم فکر کنم. این که این چیه من هنوز دقیق نمیدونم. حالا این احتمالا یک فاکتوریه که هر چقدر که داریم اینو بیشترش میکنیم ریسک ما بیشتر میشه. ولی این خیلی ایده باحالی بود که میتونستیم سود سالیانمون رو خودمون انتخاب کنیم. اینو گفتم بهتون بگم، چیز خاصی هم نداره دیگه، همینا رو انتخاب میکنید، پوزیشن رو باز میکنید. توی بخش ارن حالا یه مقداری مثلا USDC اینجا میذارید، سالیانه بهتون یه سودی میده. ببینید اینجا سودش رو نوشته average per year. این از این وبسایت. میخوام فقط ایده هاشو بهتون بگم. این یکی وبسایت ببینم چی بود. خب اینم چیز خاصی نداشت دیگه، فقط یه دونه لیکویدیتی درست میکردید و یه استیکی بود. فقط ایده جدیدی که داشته بود همون بود. اینم یه وبسایت خیلی خوبیه برای سواپ و بریز که روی شبکه بیت کوین هم داره کار میکنه. و اینکه داره روی بیت کوین کار میکنه خیلی عجیبه ها. اینطور فکر نکنید به این راحتی میشه روی بیت کوین این کارها رو انجام داد. برای همین این ایدهش خیلی بروزه. وبسایت آخرم بهتون معرفی کنم. من اول اینا رو ببندم، خیلی وبسایت آخری یه مقدار سنگینه. وبسایت آخرمون انوماست، تستنت انوما، که این خیلی هایپ شده و افراد دارن میمیرن که کد ورود برای این پیدا بکنن و کد ورود خیلی سخت پیدا میشه. اینم یه دونه ZK پروفه، فقط چیز خاصی نداره، یه دونه بازیه که شما اینجا میزنید، یه دو چرخ است. مثلا من استارت ماینینگ رو میزنم، حالا من چون واسه امروز رو گرفتم نمیتونم به این شکل اسپیس میزد یک کلیک، و چون من امروز رو گرفتم دیگه نمیتونم کار خاصی انجام بدم. با این کلیت های بالا پایین داره این ور اون ور میشه. میبینید چقدر وبسایت سنگینه، چون دیگه این بازی که درست کردن روی وب 3 داره اجرا میشه، برای همین خیلی سنگینه. و اینجا یه چرخونه است که میزنید و میچرخونید و به شکل شانسی یه دونه توپ بهتون میده. اگه یه موقع وارد اینجا شدید بدونید که خب تنها کاری که باید انجام بدید اینی که بیاین توی این دو چرخه اسپیس بزنید، بعد بیاید اینجا گره کشی ها رو انجام بدید. بعد از اینکه اون کارها رو انجام دادید از این مسیر میاین، یه دونه ویزارد اینجا وایستاده، روی این اینتر رو میزنید و اکانت توییترتون رو کانکت میکنید و این تسک هم تکمیل میکنید. حالا کد ورودی به ما ندادن که بخوام بهتون بدم، ولی این خیلی سنگینه. ببینید لپتاپ من داره فشار میکشه. خب گفتم که اینم بهتون معرفی کنم. این ایرداپ خیلی خوبی بهمون میده. توی کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید. من اگه کد ورودی پیدا کردم در اختیارتون میذارم. و همین. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. این ZK ها خیلی قراره هایپ بشن، روی اینا خیلی تمرکز بکنید و من که خیلی روی اینا مثبتم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه نظری داشتید برای من کامنت بذارید. موفق باشید. خدا نگهدار.